یکی از شما عزیزان این وایس رو تو دایرکت برام فرستاده، با هم گوش بدیم. سلام، خوبین؟ من یه عطر میخواستم ازتون. البته چون دیده بودم توی پیجتون پیشنهاد میدید عطر رو برای شرایط مختلف، میخواستم ببینم که با توجه به شرایط من چه پیشنهادی دارید. من تو قشم زندگی میکنم، خب اینجا هوا هم گرمه هم شرجیه. میخواستم ببینم که چه عطری پیشنهاد میدید که هم خوشبو باشه، موندگاری داشته باشه و تو هوای گرم اینجا سنگین و زننده نباشه. ممنونم. و اما اون پیشنهادی که من براشون داشتم اینه. اولیش موصوف قهوه‌ایه که یه عطر گرم و شیرین و تنباکوییه. بعدی بلک فانتوم کلیانه که اصلش گرونه ولی مشابهش عجایب دبی شرکت لطاف است که عالیه. بوی رزینی، کهربایی و مشروبی داره. پیشنهاد سومم برای ایشون تریاق اینتنس لطافه بود که مشابه چیزی نیست، خودش پرفیومر داره و ترکیب زعفرون و دارچین و ادویه است. و در آخر برای تابستونای جزیره موصوف آبی رو پیشنهاد دادم که یه عطر خنک با موندگاری نسبتا خوبه. اولش یکم حس صابونی شاید بگیرم ولی در مجموع خوب و پخش و بوی قابل قبولی هم داره.